گلهای جاویدان، برنامه شماره 136. در برنامه امشب استاد معزز دکتر لطفری صورتگر سخنانی درباره حکیم نظامی گنجوی ایراد می‌نماید. در اواخر قرن پنجم هجری خانواده ایرانی از کوهستان‌های خوش آب و هوای کردستان و عراق عجم برای تجارت راه شهرهای فارسی زبان آذربایجان و ارزنجان را پیش گرفتند و در شهر گنجه که در آن روزگار در قلمرو اتابکان آذربایجان بود رحل اقامت افکندند. یوسف رئیس این خانواده کوچک از مسلمانان متدین و پاکنهاد ایران بود که در اطاعت و تبعیت از قوانین و سنن رسول اکرم بسیار مقید بود و در رفتار و کردار خویش دقیقه از آن چه برای مرد مسلمان ضروری است فروگذاری نداشت. اما چون فرزند ایران بود و در فلات وسیع و کوهستان‌های زیبای این سرزمین زندگانی کرده بود، روحی گشاده و دلی عاشق پیشه و رامش طلب داشت و رگ جانش با سیم‌های تار و ارغنون و عود و نای چوپانان دیار ما که از فراز تلهای خرم گوسپندان خود را به چرا راهبری می‌کنند آشنایی داشت و از همین روی زنی از طوایف کرد گرفته بود. زنان کرد در طنازی و زیبایی مشهورند. اینان در آغوش کوههای الوند و در میان مراتع خرم و باصفا و چمنهای مخملی آن چشم به دیدار آفرینش گشوده و از کودکی روی همین دیبای ملون طبیعت و بساط زیبای آن، بساطی سبز چون جان خردمند، هوایی معتدل چون مهر فرزند، شقایق سنگ را بتخانه کرده، صبا جعد سمن را شانه کرده، با نغمه مسرت بخش رودخانه ها که روی صخره میغلطند آشنایی داشته و تن را در آب زلال آن شستند و طبعا روحی گرم و افروخته و سری پر از عشق و سودا دارند. همین که عصرها آفتاب سر در آغوش کوهسار می‌نهد، روی چمنهای کنار دهکده و آهنگ نی می‌رقصند و به ترانه‌های کردی که از شادی و تبسم لبریز است گوش می‌دهند و احیانا آهنگ‌های عاشقانه را با صدایی که از صافی و دلکشی تا اعماق روح انسانی کارگر می‌شود به مدد نسیم ملایم کوهستانی به یاران و دلبندان و آشنایان همدرد خویش می‌رساند. زن و شوی در گنجه به یاد سرزمین دلکش ایران خوش بودند و روزگار جوانی را با همان مهربانی و محبتی که ویژه مردم سرزمین ماست می‌گذراندند. خداوند که می‌خواست همه سعادتی را به این جفت روشندل و پرهیزگار عنایت فرماید و آنها پسری بخشید. اسمش را الیاس گذاشتند و به تربیتش پرداختند. پدر او را به استادان دانشمند شهر گنجه سپرد و خود قواعد ادب و انسانیت و رسوم آزادگی و پاکدامنی و حیا را که از پدران خویش به ارث برده بود به او می‌آموخت. مادرش نیز نرم نرم گوش وی را با ترانه‌های دلکش کردی و حکایات شیرین و فریبنده ایرانی می‌نواخت و خشکی و تحجر فلسفه و کلام و علوم دینی را با نرمی و لطافت ادبیات جبران می‌کرد. تا چنان شد که جوان دانشمند ما که با تخلص نظامی شهرت یافته بود در دانش و هنر با استادان نامدار روزگار خویش پهلو می‌زد و طبعش لطافت و جلای آب روان را به خاطر می‌آورد. با وصف این همه کمالات به خانه نشینی پیشی کرده روز جوانی را به عبادت و ریاضت می‌گذراند و مانند نیوتن انگلیسی ایام شباب را به کشف اسرار آفرینش می‌پرداخت و از کنج کتابخانه خویش پای فراتر نمی‌نهاد و می‌گفت منم روی از جان در گوشه کرده، کفی پست جوین ره توشه کرده،
چو ماری بر سر گنجی نشسته، ز شب تا شب به گردی روزه بسته. چو زنبوری که دارد خانه تنگ، در اون خانه بود حلوای صدرنگ. در این انزوا منظومه مفصل مخزن الاسرار را تمام کرد و چنان که رسم آن روزگار بود، اون را به بهرامشاه فرماندار ارسنجان بخشید. فرماندار دانشپرور و هنردوست قدر این منظومه گرانبها را که سرتاسر حاوی نصایح و اندرزهای حکیمانه است نیک دانست و استاد سخنسرای ما را به نعم خویش بنواخت. اما پادشاه دربند از وی هوشمندتر بود و برای اینکه در روح شاهر جوان آتشی برافروزد و او را به التهاب و سوختن اندازد، کنیزکی ماهروی از ساکنان دشت قبچا به وی بخشید. نازک اندام خزری در همان بادیه ورود دل شاعر جوان را فریفته خویش ساخت و او را اسیر گیسوی تابدار خود گردانید. زاهد گوشه‌نشین دوشیزه را با آیین مسلمانان به عقد نکاح خویش درآورد و سالی چند کام دل از طلعت زیبای وی برمی‌گرفت، اما جانب حیا و ادب را از کف نمی‌داد و عشق و پایبستی خویش را از سرکشی نگاه می‌داشت، زیرا مردم دیار ما در زناشویی معتقد تظاهر نیستند و اگر همسر خویش را از جان بیشتر دوست دارند این علاقه را آشکار نمی‌کنند، مبادا حرمت خانواده بشکند و قواعد ادب و احترام که نزد اهل بیت از مراعاتش گریزی نیست به خاک افتد. اما روزگار که با آزادگان همواره کینه دیرینه دارد، بر سعادت این گوشه‌نشین آزاده حسد بود و زندگانی او را زهراگین ساخت. غباری بردمید از راه بیداد، شبی خون کرد بر نسرین و شمشاد. برآمد ابری از دریای اندوه، فرو بارید سیلی کوه تا کوه. دلارام قبچاقی را بیماری مرگ در رسید و در آغوش همسر خویش دیده فرو بست و دیگر نخواست به دست مردم چشم از رخ وی گلی چیده و مرادی طلبیده باشد. شاعر جوان از این مصیبت شکست دل و نومید روزها بر سوت محبوبه جوانمرد خویش دامن را با خونابه تر می‌کند و شبها با اختران آسمان ناله‌ها و شکایت‌ها داشت و عاقبت تسلی خاطر را در آن دید که به یاد آن لعبت طناز داستانی بپردازد و شمه‌ای از تعلقات خاطر و ناکامی‌های خویش را در آن حکایت بگنجاند. بدین منظور
داستان شیرین خسرو را در ظرف 1-2 سال پرداخت. این داستان که بزرگترین و دلانگیزترین و پرشورترین حکایات عاشقانه ایرانی است، دلهایی مانند سنگ را متأثر ساخته و چشمهای خشکیده‌ای را گریانیده است، زیرا سخنان سوزناک نظامی از دل نومید وی برمیخیزد و مانند آتشی جانها را گرمی و التهاب می‌دهد. از همان نخستین بیت که شمایل شیرین از قلم سحرآفرین نظامی جای می‌گیرد، مانند آن است که گلندام قبچاقی پیش روی او نشسته و مو به مو زیبایی خویش را مورد توجه شاعر دلشکسته قرار داده است. نومیدی‌ها، مداراها، نازها، بی‌وفایی‌ها و دوری‌ها مانند پرده‌های گوناگون عارض آن ماهروی را می‌پوشانند تا در پایان پرده سیاه مرگ تن نازنین وی را گرفته و از نظر ناپدیدش می‌سازد. خود نظامی نیز از این معنی غافل نیست و اشعاری که در هنگام مرگ شیرین می‌سراید مانند آن است که با خون بر صفحه ترسیم یافته باشد، چنان که خود می‌فرماید: در این افسانه شرط است دشت راندن، گلابی تلخ و شیرین فشاندن، به حکم آن که آن کم زندگانی، چه گل بر باد شد روز جوانی. سبکرو چون بت قبچاق من بود، گمان بردی که خود آفاق من بود. همایون پیکری نغز و خردمند، فرستاده به من دارایی در بند. پرندش در و از در آهنین تر، قباش از پیرهن تنگ آستین تر. سران را گوش بر مالش نهاده، مرا در همسری بالش نهاده. چو ترکان گشته سوی کوچ محتاج، به ترکی داده رختم را به تاراج. شاعر نامدار ایران را بر گردن ارباب ذوق و ادب منت هاست، زیرا تمام گویندگان پس از وی از خوان نعمت ذوق و سرشار او نواله ها خوردند و از سرچشمه فیاض طبعش جرعه نوشی ها کردند. و چیست که اون داستان سوزناک را تا آخر خونده باشد و همین که آب چشمش خشکی، این شعر حکیم را به خاطر نیاورد که احسنت زمانه می زمینزه، عروسان را به دامادان چرینده. Oh
چو چشم شوخ فرهاد دادی چو چشم شوخ فرهاد را دید به دستش دشنه پولاد را دید به دستش دشنه پولاد را دید دلش در کار شیرین گرم گشته به دستش سنگار هم گشته از آن آتش که در جان و جگر نه از خویش و نه از عالم خبر داشت
به یاد روی شیرین بیت میگفت چاپش تیشه میزد کوه میساد چاپش تیشه میزد کوه میساد سوی فرهاد رفتم سنگ دل من زبان بگشاد و خود را تنگ دل کرد یا عزیز من خدای دریغا هرچه در عالم رفیق است تو را تا وقت سختی هم طریق است. دریغا هرچه در عالم رفیق است تو را تا وقت سختی هم طریق است. چه بد کردم که با من کینه جویی، بد افتد گر بدی کردم نگویی. شبی خواهم که بینی زاریم را، سحرخیزی و شب بیداریم را. گر از پولاد داری دل نه از سنگ، ببخشایی بر این مجروح دلتنگ. مرا در عاشقی کاریست مشکل، که دل بر سنگ بستم سنگ بر دل. چو در بیداری و خواب این چنینم، پناهی به ز تو خود را نبینم.
مرا در عاشقی کاریست مشکل مرا در عاشقی کاریست مشکل که دل بر سنگ بستم سنگ بر دل که دل بر سنگ بستم سنگ بر دل مرا عشقت چموم درد سوزد
مرا عشقت چو موم زب سوزد دلم بر خویشتن زد سوزد یا در چاهی نشینم کسی جز آه خود بالا نبینم یا
مکن با یار یک دل، مکن با یار یک دل بی وفایی، که کس با کس نکرد این ناخدایی. مکن با یار یک دل بی وفایی، که کس با کس نکردی ناخدایی. این هم گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران، گلی که هرگز نمیرد. شب خوش. آنچه شنیدید برنامه شماره 136 گلهای جاویدان بود که با شرکت آقایان محجوبی، بنان، قوامی و بدیعی تنظیم یافته. گفتار از استاد صورتگر است.
گلهای جاویدان، برنامه شماره 133. هنرمندان به ترتیب کسایی، عبادی، بدیعی، ساخته‌ای. امشب سخن از شیخ اجل سعدی است.